هی کائنات، صدای منو میشنوی؟ من همیشه صدای تو رو میشنوم، اما من اینطور فکر نمی کنم. اوه، چی باعث شده این حرف رو بزنی؟ چرا خودتو میزنی به اون راه؟ چرا یه تو رفتار میکنی انگار هر دعایی کردم شنیدی، هر چی خواستم بهم دادی، هر کاری ازت خواستم برام کردی. خب دعاهای تو همیشه جواب گرفتن، همیشه. تو فقط نفهمیدی که جوابشون چی بوده. این چطور ممکنه؟ تو از من عشق خواستی و منم آدمایی رو بهت دادم تا بهشون کمک کنی. تو آزادی خواستی، منم بهت زنجیرایی دادم که اونا رو بشکنی. تو از من قدرت خواستی و منم بهت سختی دادم. تو از من خیرت خواستی، منم بهت مشکلاتی دادم تا حلشون کنی. تو شجاعت خواستی، منم به جاش بهت خطراتی دادم تا بهشون غلبه کنی. تو ازم خواستی خودتو پیدا کنی، منم کسی رو فرستادم که تو رو بشکنی. تو آرامش خواستی، منم روابطی که آرامشو ازت میگرفتن حذف کردم. من نمیفهمی چون انسانی، چون فقط به نتیجه ها چسبیدی، چون فقط منتظر همون شکل و فرمی هستی که توی ذهنته، چون فقط منتظر نشونه هایی هستی که درد نداشته باشن، چون دنبال یه جواب قشنگ و بی درد میگردی، چون با ذهن عجول داری دنبال جوابات میگردی، چون عادت کردی جواباتو فقط توی رسیدن ببینی، نه توی رها شدن، نه توی رها کردن. تو منتظر نوری در حالی که هنوز از تاریکی میترسی، چون هنوز دنبال جوابی در حالی که جواب تموم دعاهات تو دل همون چیزایی بود که اتفاق افتاد. متوجه میشی، فقط تو هنوز به جایی نرسیدی که بتونی اون جوابا رو درک کنی. اینو بدون که جوابا همیشه میان، ولی گاهی اوقات تو هنوز اون کسی نشدی که بتونی درکشون کنه.